ببین اینی که میبینید سردرس دانشگاه صنعتی شریف تهرانه. من 10 سال پیش با رتبه 160 اینجا قبول شدم، فارغ التحصیل شدم از اینجا دانشگاه تهران و به عنوان داداش بزرگترت 3 تا نکته میخوام بهت بگم که به درد بخوره تو زندگی. ببین اولش اینه که درس خوندن هیچ فرقی نداره که تو از اینجا فارغ التحصیل بشی یا دانشگاه آزاد. تنها تفاوتش اینه که تنها وقتی درس به دردت میخوره که تو بخوای از ایران بری. نکته دوم، از 20 تا 30 سالگی تو 2 تا راه حل بیشتر نداری. یا میتونی 20 تا 30 سالگی رو عشق و حال کنی، 30 سالگی جر بخوری، یا 20 تا 30 سالگی تو هر کاری که داری میکنی جر بخوری که 30 سالگیت راحت تر باشه و عشق و حال داشته باشی. و نکته سوم، منی که انقدر درس خوندم اعصابمو خورد کردم تو درس، میخوام اینو بهت بگم که آقا هیچ چیزی ارزش این اعصاب خوردیه رو نداره. زندگی کوتاه‌تر از هر چیزیه. خب پس هر بار سری بعدی که خواستی ناراحت بشی به خودت بگو آیا محمد 5 سال دیگه 10 سال دیگه این ناراحتی ذره‌ای براش میارزه یا نه؟ اگه ارزش نداشت خودتو ناراحت نکن.